دیروز دستگاه اطلاعاتی کشورمون دومین برگ برندش رو کرد و از بازداشت یه مهره مهم جاسوسی بعد از اون هواپیمای جاسوسی خبر داد. حالا 23 اولین بخش خبریه که اسناد و اطلاعات این خبر نمایش میگذاره. واشنگتن 2008. به دستور باراک اوباما میز ایران در سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA مأمور می شود تا علاوه بر هزینه‌های گذشته و فعالیت‌های خرابکارانه و جاسوسی که تاکنون انجام میداده، پروژه‌ای سه‌جانبه را بسیار محرمانه و با همکاری موساد و MI6 طراحی کند. بغلش نگیری مواظب باش بیا خب یواش بابا یواش. ببین میز ایرانه ها، میز ایران یه میز شیک با دوام مطمئن. آماده ای؟ مثلا تو MI6ی منم CIA. آماده؟ 1 2 یه $100 شرط ترکی برد. 1 2 3 بیا یک تیم ویژه مأمور می شود تا زبده ترین فرد را برای نفوذ به سرویس اطلاعات ایران انتخاب کند. My name is Amir, معروف به زبده, and but because please the همون فارسی صحبت کنیم راحت تره. فارسی صحبت. امیر میرزای حکمتی در آریزونای امریکا متولد شده و سابقه 10 دهه فعالیت و آموزش‌های فشرده اطلاعاتی را در رزومه خود دارد. مبارک از قیافه پدر سوخته معلوم است جاسوس میشه. MI6 میخوام، FBI، CIA. حکمتی پس از آموزش‌های عمومی و ویژه نظامی به دانشگاهی مخصوص فرستاده می‌شود تا در کنار آموزش‌های اطلاعاتی زبان‌های خاورمیانه‌ای را نیز بیاموزد. اون جمله‌ای که بهت گفتم به چند زبان خاورمیانه‌ای بگو. کارگرخانه مثل کار بکنه که خورشتی بخوره، قاطوقی بخوره، میانه چی تشویقش بکنه که مثلا الحمد يا شيخ الحمد وسعدني انا وسعدنا ويسعدنا ولا سمتعتي لو عدواتك اینی هایی چی میکردی بود واسه میکردی میوهنین یا هایده مودیسکو دنسل میهانی جو برای جای کچ کنو چه اصلا میدیز راستی بیتی خراش و اسبرک و اسبرسکی مطمئنین جو سند کریس چه جا چینگو ویرا بیگوی چیریو چی خاورمیانه نیست فارسی بگو اقلا. من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم. تمام. حکمتی حالا به تحلیلگر اطلاعات تبدیل شده که با پوشش نظامی ارتش وارد خاک عراق می شود. میز ایران در CIA که در مقابله با سرویس اطلاعاتی ایران شکست‌های پی در پی خورده است، پروژه نفوذ را حیاتی می بیند و با فوریت و جدیت تمام آن را دنبال می کند. اصغر 100 دفعه من بهت گفتم بابا این میز ایرانه. خب همه گزینه‌ها هم روشه، ولی خب آخه تو که گزینه نبودی رفتی با این هیکلت روی نشستی. الان ما باید پی در پی این شکستگی‌ها شد بهم بزنیم بگیره دیگه بابا. مأموریت بزرگ حکمتی که سفر به ایران است در هتل اسپرینگ هال ایالت واشنگتن به وی ابلاغ می شود. ما رو بردن هتل اسپرینگ هال. یا آقای اومد اونجا که خانوم بود. فکر می‌کنم می‌خواستم من نفهمم که خانومه. این همون هتلیه که ملوان انگلیسی و اون خبرنگارای فرانسوی و اون دو تا کوهنورده و اینا همه از اونجا اومده بودن. اونجا به من گفتن که می‌خوایم جمهوری اسلامی رو تو مجمع عمومی به خاطر نقض حقوق بشر محکوم کنیم. اما مدرک و سند نداریم. که گفتن تو برو اونجا نقض حقوق بشر بکن، بعد عکسشو بفرست که ما دستمون پر باشه. که منم اومدم اونجا دیگه، حالا کارایی که می‌کردم مثلا زنگ خونه‌ها رو می‌زدم فرار می‌کردم. مثلا بستنی رو از دست بچه‌ها می‌قاپیدم. بعد زیر این روحانیون بزرگ اینا پونز می‌ذاشتم که نه. اینا مأموریت‌های بود که من انجام میدم. CIA تصمیم گرفته است
یکی از زبده‌ترین نیروهایش که در زمینه‌های مختلف اطلاعاتی آموزش دیده و حالا دیگر از سطح تحلیلگر اطلاعاتی فراتر رفته است را با پوشش یک دلال اطلاعات در مسیر دستگاه امنیتی ایران قرار دهد. اطلاعات بدم، اطلاعات آقا جون، خونه دار، بچه دار، بدو بیا آقا زنبیل برده بیا آتیش زدم به مالم. اطلاعات دست اول، بدو بیا از آمریکا اومدم. اطلاعات بیا آقا جون، اطلاعات بیا بابا جون، بیا آقا اطلاعات. آقا سلام علیکم داشت من اطلاعات میخوای یه خورده مزاحم نشو. آقا مزاحم چیه باشون خیابان داد میزنه که تو اطلاعات میخوای دیگه بابا. مگه پدر مادر نداری؟ بابا جان من عزیزم از سکوی خورده اطلاعات بابا من اطلاعات نخواستم. بابا جان عجب داشت بابا من اطلاعات نمیخوام بابا. یه خورده هم میکنه برده نداری مگه خواهر نداری مگه چی نداری بابا ول کن. حکمتی اجازه دسترسی به سری ترین سیستم های اطلاعاتی از جمله JWICS را پیدا می کند و برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز پروژه نفوذ به پادگان بگرام افغانستان فرستاده می شود. بله اونا سری ترین سیستم های اطلاعاتی رو در اختیار من گذاشتن. FTP، RTF، CNN، ویندوز 2009 بود، 2010 بود، CG125. بعد دیگه چیزای زیادی بود. مثلا یه چیزایی بود جدید درست کرده بودن، خیلی جدید بود. مثلا ایمیل که فقط برای جاسوسان میاد. برای منم همینجوری میومد. یه چیزایی بود خیلی چیز بود. بهش میگفتن فیسبوک که اونا به منم دادن. یه برنامه بود تو کامپیوتر بزرگ بود. اونا به من دادن اسمش بود دیفراگمنت. میزدم اطلاعات همینجوری آبی قرمز سبز شد میاد اطلاعات هم بروز میشد. بعد یه تلفن‌های کوچولویی بهم خیلی پیچیده بود. بهم دادن اصلا سیم میم نداشت. بهش میگفتن اسمش دقیقاً حالا موبایل. بهش میگفتن موبایل که دو تا تو دنیا هست. یکی دست من بود یکم دست خود رئیس سیاه. اما دستگاه امنیتی ایران بر این تشنگی غلبه کرد و با ارزیابی درستی اطلاعات و تحقیقات گسترده به فریب بودن کار پی میبرد و با شناسایی مسیرهای اطلاعاتی و کریدورها و راههای اعزام فرستاده که حکمتی از آنها عبور کرده بود پروژه نفوذ را کنترل و مهار میکنند. چقدر طبیعی. وای پسر اینو منو تو راهروهای کریدور دستگیر کردم. خواهش می‌کنم واقعا من اصلا حواسم نبود. بینندگان عزیز دیدین غافلگیر شدم. واقعا ایوالله این بچهای اطلاعات حال MI6 هم گرفتن، حال همه اطلاعاتی‌ها رو گرفتن. بله به این ترتیب زبیده من زبده رو مهار کرد. بالا رفتیم ماست بود، پایین اومدیم دوغ بود، قصه ما کش بود. آلمان نوارا دودو اسکاچ. آقا خسته نباشی از غذا. دست درد نکنه. باشه بریم الان میز این کاخ سفید هست، میز ایرانشو دوباره ترمیم کنیم، دوباره شکسته فکر کنیم. ما هم رفتیم دیگه، مهار شدیم پروژه.